سلام دوستان عزیز. امروز گفتم با اسکوادمون که نه توی جهانی رفته بودیم. رندوم همینجوری دو سه نفر پیدا کردیم ایرانی بودن، گفتیم یه دست بتل هم بریم. خب بتل رفتیم، اصلا ببینید خودتون ویدیو رو، من فعلا چیزی میگم نگاه کنید. فقط از جاهایی از ویدیو هست که من از همه جا شانس آوردم، یعنی شانس. فقط نگاه کنید. خب اومدم توی این قسمت مپ گفتم شاید یه کیل خوری یه چیزی گیرمون بیاد. رفتیم یکم کم کردیم، ببخشینا من از کمپر متنفرم، ولی گفتم یه کاری کنیم دیگه، یه نون و نمکی دستمون بیاد. اینجا اومدیم شاپ خود همراه رو باز کردیم با این گان گفتیم یه 4 تا دمیج بدیم، یه چند نفر رو بزنیم. بعد اونجا یه انمی دیدم، ولی خب گفتم ولش کن نمیشه زد. نگاه کردم دیدم اونجا یه انمیه، همونو اومدم بزنم که یک دفعه خودم پشمام ریخت زدم بزنم. ولی دیدم دزدیدیم ازمون، دزدیدن، یعنی زدن. خیلی بد شد. و دیدم یکی از بچه ها رفته میخواد ریوایو کنه، رفت داخل غرب. بعد منم کشتم خودمون دیگه. اینجا فقط توی بحث اون یه شانس بودیم. خب با هیل اسنایپ هد زدیم، خیلی قشنگ، خودم خوش آمد. اومدیم اینجا گفتیم یه نگاه بکنیم این چه خبره. دیدیم بعد داداشمون رفته داخل قلب، داره قلبو پر میکنه. بعد من اون لحظه لرز داشتم که الان یه انمی بزنه اینو بکشه، پشمام ریخته بود. ولی خب خدا رو شکر ما که راضیم، هیچی نشد، عالی. بعد این ویدیو رو دارم زمانی میگیرم که فردا امتحان علوم داریم و نهاییه. چقدر قشنگ. اینجا دوباره ما رو زنده کردن، ریوایو کردن، دمشون گرم. اومدیم رفتیم یک جایی هم نه، حالا بیایم پایین. اومدم اینجا گفتم شاید انمی چیزی نباشه. بعد دیدم اون بالا یه دونه پهباد انداختن. بعد گفتم خب شاید باشه. دیدم به اسکوادم و یارمون رو زدن. یارمون اومد دنبال ما، مثلا با ما بزنه، دید خورد، بدبخت، دلم سوخت. اینجا هم دیدیم که این من امپیچل میاد دستم دیگه، هد و وسپ حالیم نمیشه، میزنم، یعنی دوکمنتی رو نگه میدارم فقط بزنه. اینجا رو نگاه کردم گفتم به چه زدم هدشات. بعد دیدم یک آدم با شرف اونور اچپی ما رو کرد 40 و من ریدم. و توی صحنه میبینید داره ریوایو میکنه. خب آخه مشتی. و دوستان اگه جایی از ویدیو دیدیم لگ داشتم یا اینکه مثلا یک پاتی شده بعد راه رفتم، بدونین که لگ سگم، یعنی که من بالاترین FPS هم 45، پایینترین FPS 15. خیلی بده گوشیم، باید عوضش کنم. اینجا رو دیدیم از چیز شانس آوردم، آره همونی که میدونین، CHP فرار کردم. خب دیدم سکه دارم، گفتم یه دونه مدکیت بخرم. بعد اینو انداختم، گفتم شاید مثلا بیان این بخور تو سرشون، حالا حواس پرتی. همینجوری رندوم داشتم میرفتم، گفتم بریم سمت پیک. بعد گفتم نه ولش کن، بریم بزنیمشون. آره اینجوری بیشتر حال میده. بزدلی چیه مشتی، ما قدرتمندیم. آقا رفتیم، گفتم بذار برم بزنم. خب حالا که اینجوریه رفتم جلو، همینجوری داشتم دنبالش میگردم. فکر کردم تا الان رسیدن، اومدن دنبالم. پشمام ریخته بود. حاجی چی جوری من فرار کردم با 20 HP؟ خودم پشمام ریخت. اومدم اینجا گفتم یه دونه چیز بزنم. این داداشون شماره یکم ما رو کشته بود، عرب رنده مشتری. help me
و دیدم بله اسکوادی میبرم و ما رو داشت از همه جو سوراخ میکنم. من وست گرفتم زدم دیگه. یعنی شما الان این قسمت ویدیو فقط خونریزی وست رو میبینید دیگه، همه زرده، چیز قرمز نمیبینی، زرده معمولا. Good job. اومدم گفتم تا فرصت هست بریم یکم عقب‌تر پولشون بزنیم. رفتیم عقب‌تر، همونطور که میبینید دوست عزیز اونور یه دونه تلپورت فرستاد، دمش گرم. بعد گفتم آقا چه کاریه، همینجا نشستم یک دفعه دیدم رفیقش داره از اون ور میاد. اسکواد بودن دیگه. اون ته هم اگه نگاه کنی یه انمی اونجا معلوم میشه، ولی من توی گیم هنوز ندیدم، الان دارم واسه ویدیو میبینم. اینو زدیم و دیدم داره ریوایو میکنه. بودو رفتم، بودو به قول ناظم بدو نکنید. گرنید انداختم دیدم کار نکرد، پشمام ریخت. بعد دیدم اینو زدم، بعد اینم زدم وست خالص ها، یعنی ببین تیر رو گرفتم پایین اصلا بالا نکشیدم، وست خالص و اینم فینیش کردم. آقا رفتیم اونو بزنیم. بعد راستی معذرت میخوام اگه صدام بد میاد، قطع و وصل میشه وسط های ویدیو، این مال میکروفون دیگه، گوشیم کلا خرابه میکروفون. و بله بالاخره اینجا یه دونه هد میزنیم، چقدر قشنگ یه هد زدیم. بعد الان من اینجا یک اتفاقی برام افتاد، خودتون ببینید. من خودم پشمام ریخت، نمیتونم صحبت کنم راجبش، خودتون نگاه کنید فقط. HP رو نگاه، 8. یک نفر داشت از اون ور منو میزد، HP'م 8 شد. چجوری زنده موندم؟ اون چجوری منو نزد؟ یعنی اصلا یک سوالای عجیب غریب من تو ذهنم، چی شد؟ چرا با HP 8 زنده موندم؟ عجیب بود برام. بعد یه لحظه اومدم اینجا وایستادم، نقشه رو نگاه کردم، دیدم بله اسکواد دارن میان، پاور می. بعد فهمیدم اینجا رو داشتم نگاه میکردم، فهمیدم 2 نفرن اونجا، چون که این میرن میان، چون بزنیش نمیشینه HP بکنه با زبان. اینجا هم دیدین داره ما رو پاره میکنه متاسفانه. سعی کردم آرام بهش نزدیک بشم به عنوان یک پلیر نوب سگ. اصلا ادعای گیم قوی ندارم، واقعا ریدم با این گیم. اومدم اینجا یارو رو بزنم، بعد یه دفعه دیدم یکی داره فست میزنه ولی هدشو خوابوندم. ببینید اصلا اینجا دیدی الان کامل بالا بود، کامل هد، پایین بگیرم کامل وست میخوره دیگه. اصلا یک چیزایی دارم میگم خودم نمیفهمم. اینجا اومدم یارمون ریوایو کردم، داشت یادم میرفت، داشتم همینجوری برای خودم میخریدم، یه دفعه دیدم یارمون میگه هلپ می ریوایوش کردم. بعد اینجا گفتم پشمام، رفتم دیدم یکی داره تیر میزنه، اینجا یه دونه هد زدم، اینجا خالی کردم بسته. بعد تو همین الان میبینین، همین الان دارم لگ میگیرم، خودتون دیگه متوجه بشید FPS هم چنده. ویدیو ها دارم لگ میگیرم، از توی هیستوری لگ شدم، خودم پشمام. هنوز یه نفر دیگه فکر کنم باقی مونده بود. نه تموم شد. اینجا دیگه بازشو گرفتیم با ماشین بریم فقط زیر کنیم دیگه. این آخرای مپ رو گفتم همه رو بزنیم. 22 نفر موندن، مپ کامل جمع شده ولی 22 نفر موندن. اینجا باز داریم
بعد دیدم انمیه پشمام گفتم خوب بزنمش زیرش گرفتم رسم خالی کردم. اصلا یه آدم خوبی هم من انمی ها چقدر دوست دارم همینجوری میزنمشون رندوم و اصلا شما وارد بتل که میشین دیگه کلا باید هید بزنید چی؟ وست بزنید اصلا هید و اینا نیاز ندارین و فقط باید وست و هید همه رو قاطی بزنید وین بشین. وارد کلش میشین دیگه کیلخوری مهم نیست ولی داخل بتل وقتی وارد میشین دیگه کیلخوری خیلی فشار داره. بعد این برادر مومنمون ول نمی‌کنه پشت درخت بود هی یخ می‌زد منم گفتم پاره اینجا نگاه کنی گوشیم هنگ کرد داشتم موش میزدم به گوشی بزید نگاه هی میپره برای خودش گوشیم هنگ کرده نگاه اینجا هم هنگ کرده نگاه الان وایستادم درستش کردم. بعد من آخر نفهمیدم کی بود داشت به من تیر میزد نفهمیدم آخر معلوم نشد. بعد دوباره ماشین عزیز رو گرفتیم ماشین گرامی همین رو گاز دادیم رفتیم سمت پیک. تا اینجا کار 8 کیل گرفتیم. تا دیدم تیر زدن انمی میاد پشمام اینجا یکم خط گرفتم ولی دیدم کسی نیست. بعد دیدم صدا ماشینه ماشین پشمام واه. بعد برادر این ورداش از طرف من میومد و من نمیدیدمش. بعد دیدم پیاده شد یکی از این ور به ما دبل زد پشمام ویسبم رفت. بعد نمیدونم چیزی منو نزد واقعا چرا واقعا نزدی برادر اومده جلوی من داره مدکیت میزنه خب من الان به چی بگم نه اینجا نه من زدمش نه اون منو زد عجیبه. اینجا هم گوشیم هنگ کرد ماشاءالله هزار ماشاءالله. بعد دیدم هیچی نزن بعد فرار کردم نمیدونستم این ورش بازه و میتونم برم اسکول بودم و اینجا وست رو خالی کردم دیدم انمی دیدم دارم همه جایی میدم من گفتم اینجا اومدم برم بالا دیدم طرف داره دو یخ میکنه خب گفتم برم بالا از بالا بپرم تو یخش و دیدم بالا نمیره گفتم ولش کن ماشین سوار شد دیدم یکی اومده پشتم پشمام ریخت ولی خب فقط ماشینم آتیش بزنه و ما به یه جای امن رسیدیم. و دیدم برادر برو ایز ولش کن انگلیسی خوله بعد اومدیم اینجا گفتیم این نفر بزنیم بعد تازه همینجا بود که متوجه شدم یارمون داشت داده پشمام ریخت. اینجا هم گوشیم هنگ کرد هزار ماشاءالله یه لحظه دیدیم برگشتم بهم تیر زد گوشیم هنگ کرد تو مشکلی نیست ما داریم پلی میدیم. واه بله زد میزنیم بازی کن مثلا اینجا انگار کور بودم و ندیدم یاریدیم همینجوری تیر زد اگه خیلی پلیر می بود حداقل هیدم و خوابونده بودم و ویدیو رو با 10 تا کیل به پایان میرسونیم. اینجا اومدم بزنم یارم زدش دیگه گفتم اشتباه نداره ویدیو با 10 تا کیل و یه جون خوشگل به پایان میرسونیم.